بچه اینجا بیا. چندی کرا شده بودن؟ 300. در کی کرا شده بودن؟ در کمپاین؟ کمپاین کی؟ کمپاین اشرف غنی. پیسه تانه داد یا نه؟ نه اول میاد پیسه. کی هست که پیسه میته کی هست؟ نه پیسه میره خلیفه از همونجا میاد. 9 بجه گفته ببرین شما قاضی. از کجا آمدین؟ اثر چک 9 بجه قاضی هم رقم شما آورده مثلا 9 بجه آکن 12 بجه میشه. حالا کی کلانتر تان است؟ چرا نمید پیسه یاره؟ پیسه میاد. پیسه چی وقت میاد؟ با خودش که ما گوش نست دور از اونجا لاه نده. کمپاین است کی است؟ کمپاین است کی است؟ به حساب چی آمدین؟ چندی گرفته شما را؟ 300. چند نفر آوردی 300؟ پیسه شو دادی؟ دو بجه پیسه میارم میگه اول کمپاین اونجا نفر دیوت میگه برای میگه یا کلش چی ده بابا؟ کمپاین اشرف غنی بود. کلش چی رفت بیشتر کلاش رفت. از کجا آمدین شما؟ از کجا هستین؟ تو از کجا هستی بچه؟ تو را کی گفت یاره کرا کن؟ خب تو پیسه شانه کرا کن؟ خیلی بیادرم طرف آقا باش. کی میگی 9 بجه 12 بجه میشه کی میگی؟ پیسه تا نداد باز بیا پیشم. پیسه شانه بده از مردی کار بازار میره مردم از کار مندازی بس پیسه نمیدی. با خودش که متوادر گوش نه. که وقت میره تو نماز دیگر خود نماز دیگر بچه. نه خو میخوردیم کار خو میکردیم. گلاس چای خورده بود. تو را کی گفت که بیار کالا خب پیسه را میگرفت پیش کی از ما؟ این رقم میشه 2 بجه از ما الله واستاد ساعت 11 2 بجه شده میگه تا 2 بجه میشه یک شنا نخورد. بود برابر 20 نفر 25 جان نفر ماشین آدم خود نمیکنه. نمیتونی نمیبردی. نمیتونیم بعد میگیم که مردم استار میکنه یا شاخ مسلمان غریب بود. یک دفعه میگه ده بانگ است میگه یک دفعه میگه ده هتل است میگه تا چه وقت نه میتونم گفت تا نه چی 300 9 بجه گفت